روزی شیخی وارد یک آسیاب گندم شد، دید آسیاب را به گردن الاغ بسته‌اند. الاغ میچرخید و آسیاب کار میکرد. به گردن الاغ یک زنگوله آویزان بود. از آسیابان پرسید برای چه به گردن الاغ زنگوله بسته اید؟ آسیابان گفت برای این که اگر ایستاد بدانم که کار نمی کند و تنبیهش کنم. شیخ گفت خب اگر الاغ هوشیار بود و ایستاد ولی سرش را تکان داد چه؟ آسیابان گفت یا شیخ، خواهشاً این پدر سوخت بازی ها رو به الاغ ما یاد نده، برو دنبال کارت. غرض این که غرض و مرض و حرفا رو ولش کن. نمیخواد بقیه‌شو بگی. تا همینجا ماریدی به جدول لاستیک و قلبکن کردی. ناکس تحریم لاستیک گرونه. نگی نفهمیدم که شیخ من بودم، آسیابم این برنامه تو بود. لابد الاغم اون بسیجیه که با بحث‌های شما چشم و گوششون باز میشه. پس چی؟ برو سر اصل مطلب، سر چاره وارست ها. ایستادن مطلقا ممنوعه. خود عضما جریمه مینویسه. آی دکتر، این هفته فقط میخوام به یک موضوع بپردازم. میخوام صحبت‌های اخیر مقام عظما و جوابهاش از اون جناح که موه بر اندام هر بسیجی رو سیخ میکنه بحث کنن. چی خسته نباشی، بزن کنار نفس یک چاک کن، یه قلیونی هم بکش. ناکس همین صحبت اخیر مقام عظما خب همه چی رو داره دیگه. همچی میگه یه موضوع برجام و فیش و منطقه و همینطوری بیا برو جلو. برای 10 تا برنامه حرف داره. ناکس باشه آی دکتر، مختصر و مفید بپرسم، آیا مقام عظما از مذاکرات برجام خبر داشتن یا خبر نداشتن؟ بی خبر که نبودم. من خودم یادم یه بار که حاجی روحانی قپی اومد که داستان مذاکراتو حاجی رفسنجانی و خود حاجی روحانی شروع کردن، عظما پرید وسط گفت غلط اضافه کردین. خودم با محترمین منطقه راشو باز کردم. پس چرا الان میزنه زیرش آیه خب دکتر؟ بچی بگه من تو شکستش بودم که بازم بهش بگن روزخون دوزاری بی سواد بی ارزه نفهم و حرفا. مگه مغز چی خورده ایشون؟ اگه هم شکست خورد و توپ سربالا رو پوز مبارک خودشون خراب شد به خاطر بدشانسی بود. زرنگیشو کرد ولی شانس نیاورد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف راحت نشسته بود تو خونش تلویزیون نگاه میکرد. اسرائیل رفت سراغش گفت الان نوبت توه که ببرمت. طرف یه کمی آشفته شد گفت داش اگه را داره بی خیال ما شو بذار واسه بعد. اسرائیل گفتش که نخیر هیچ راهی نداره، همه چی طبق برنامه است، طبق این لیست. من الان باید ببینم که تو اوضاع چجوریه، نوبت توه. طرف زرنگ بود گفت خب بیا حداقل بذار یه شربت بیارم یه خود خستگی در بره بعدا منو ببر. اسرائیل قبول کرد و طرف رفت تو شربتش 2 تا قرص خواب آوره همچی قوی ریخت و اومد. اسرائیل شربته رو که خورد رفت تو خواب. چه خوابی! طرف هم لیست اسرائیل رو برداشت قشنگ اسمشو پاک کرد برد ته لیست نوشت. اسرائیل که بیدار شد از خواب صفا کرده بود. گفت دمت گرم داشت، حسابی حال دادی، خستگیم در رفت. به خاطر این محبتت منم بیخیال میشم، میرم از آخر لیست شروع میکنم. روشن شد یا همچی بزنم که اسم بره ته لیست از اون ور؟ بله بزنین برم تو لیست اسرائیل راحت تره، چون هنوز نفهمیدم پس چرا مقام عظما طوری وانمود میکنه که انگار از اساس مخالف برجام بوده. من که روم نمیشه، ولی بلا نسبت اگه از قول سوم شخص غایب بگم خب میگن یعنی ایشون اینقدر بی ارزه است که از اساس مخالف بوده ولی زورش نرسیده جلوی مذاکرات رو بگیره. نخیر میخواست دوبله بخوره، بهش میگن دکترین توبره و آخر. تو الان نگاه نکن که برجام شکست خورده و شده مایه خاک تو سری واسه همه که دیگه تو هم ناکس دم در آوردی برای مقام عظما شاخ و شونه میکشی. اگه موفق شده بود الان همه میگفتن کار من بوده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف با کت و کراوات و پیجامه نشسته بود تو خونه. گفتن چرا کت و کراوات پوشیدی؟ گفت آخه ممکنه مهمون بیاد برام. گفتن خب پس چرا پیجامه تنته؟ گفت خب شاید مهمون نیاد. روشن شد یا همچی بذارم که کتت با پیجامت رو هم مدل بشه. آیه دکتر ولی توی این مهندسی برجام علاوه بر بدشانسی گولم خوردیم. اون که بله، آدم که هول باشه و بدبختی هم یقشو گرفته باشه خب گولم میخوره دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفهمودن که مسافر کشه بدون مسافر ماشین خالی داشت میرفت. یه مرد دست بلند کرد سوارش که صندلی جلو، یه کمی که رفت مسافر پرسید آقا منو میشناسی؟ راننده
راننده مسافرکشه گفت نه شما مسافره گفت بابا من اسرائیلم اومدم جون تو بگیرم. راننده گفت برو بابا ناکس مشنگ گیر آوردی واسه خودت. خانم از عقب به راننده گفت ببخشید آقا شما با کی داری صحبت میکنی؟ راننده تا اینو شنید زد رو ترمز از ترس فرار کرد. فرار برقرار ترجیح داد. هیچی دیگه زنه و مرده با هم ماشین رو برداشتن و رفتن و داستان به خوبی و خوشی برای اونا تموم شد. حدس میزنم اون مسافرکشم که الان 2000ش افتاده میگه من از اولش هم به این گفتگو اعتماد نداشتم. بحث بعدی این داستان فیشا رو چرا قبل از اینکه به جای باریک و خطرناک برسه فیصله ندادن های دکتر؟ داستان رو به خودش نبین. قبل از انتخابات عظما خیر حاجی روحانی رو گرفته، حاجی روحانی هم خیر عظما رو. هیچ کدوم هم حالیشون نیست کجا رو گرفتن. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادو. عرض میکردم بله میفهموندن که کنار رینگ بوکس مربیه به بوکسور خودش میگفت بزن تو فکش بزن تو فکش. این بوکسور هم نمیفهمید فک یعنی کجا. خلاصه محکم کوبید تو شکم حریف. نگو حریف هم نمیدونسته فک کجاست. برای که از تک و تا نیفته شکم خودشو گرفت گفت آخ فک کرد. روشن شد یا چه بذارم که فکت با شکم قاطی بشه. خیلی ممنونم که این هفته به یه مشت تو فک مقام عظما رضایت دادین و جلوتر از این نرفتین. فک مقام عظما همیشه برای ما محترمه. نگاه نکن که این روزا هر کی پیدا میشه یه توپوزی بهشون میزنه. یه موقعی برای خودش فکی بوده، دبدبه و کپکپه داشته برای خودش. قربون برم الهی اینجوری نبوده که. آیه دکتر اینم از کمکاریای من و شماست که پوز ایشونو اینطور مفت در دسترس همه قرار داده. نه خیلی بی خودی منو با خودت قاطی نکن ناکس. من روغن تو آب خودم که بکشی باید قاطی نمیشم. من دارم رعایت ادب میکنم آقای دکتر. به جای این که بگم تو چه استراتژیسی هستی که اینطوری فک مقام عظما رو پیاده کردی تو خیابون داره میدوه، دارم میام خودم قاطی میکنم. کردی خودت قاطی میکنی. من فک عظما کاری کردم یا تمام این صبح تا شب که همین سوالی که قربونت برم از همون اول اسرائیل رو آورد شما